انتخاب شما کدومه؟ اسلینگ های نایلونی یا اسلینگ های داینیما؟ توی این ویدیو مزایا و معایب هر کدوم رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. با مزایای نایلون شروع می‌کنیم. اسلینگ های نایلونی ارزان‌ترن و قیمت مناسب‌تری دارن. طرح و نقش و رنگبندی متنوعی دارن. در شرایط پاندول شدن پویایی بیشتری دارن. بعد از اعمال وزن راحت‌تر باز میشن. در متراژ خرید محدودیتی ندارید چون به صورت قرقره‌های باز هم عرضه میشن. مقاومت حرارتی بالاتری دارن. سطح تماس بیشتری با ابزارها دارن و نیرو رو بهتر پخش میکنن. بریم سراغ معایبش. حجم زیاد، وزن زیاد، جذب آب زیاد، مقاومت کمتر در برابر اشعه یووی. اما بهترین شرایط استفاده از اسلینگ های نایلونی کجا هستن؟ استفاده در کارگاه ها، کویک‌دراهای اسپورت و شرایطی که پاندول ها پرتکرار هستن. بریم سراغ مزایای دایناما. قدرت بالا در برابر قطر کم، سبکتره، نازکتره و انعطاف پذیریش بیشتره. حملش راحت تره و توسعه پذیریش بیشتره. جذب آب کمتری رو داره. مقاومتش در برابر اشعه یووی بیشتره. بریم سراغ معایب دایناما. حداقل کشش رو در کاهش تاثیر سقوط داره. نقطه ذوبش بسیار پایینه. قیمت بالا، کاهش قدرت با گره زدن، سخت باز شدن اون بعد از اعمال وزن زیاد. اما بهترین شرایط استفاده از اسلینگ های دایناما کجا هست؟ در سبک آلپاین، دیوار نوردی و شرایطی که وزن و حجم واقعا براتون مهم باشه. امیدوارم که این مقایسه براتون مفید بوده باشه.